با بیلا وقت برق رفتن بود این برقا لامصب است که بیشتر وقتی رفت انال این مرتکم میه برد از خو میگه چرا اره نزدیم اینا میشین اره مملک دستگاه مملک برقا هم برفت من تا به کی بشینم اینجی تا برقا بیایه چه کار کنم بزی قولم بدادم گفتم بیا برد از خو خلاصه همه اره میزنیم کندار هنه برقم از این طرف رفت ما که خیر همی برقا ندیدیم من 6 ماه به ایران بودم 6 دقیقه همی برقا نرفت همون 6 ماه 6 دقیقه همی برقا از اینا نرفت همی بی برقی همی تنه دیگه که دست ما دراز باشه بزی کشور بزو کشور که برای ما برق بده بله خیریت لالا کنده ماستیم بله ازم ماستیم مونده نباشه بخیریم سلامت مونده نباشه ماما سلامت باشیم خوش خیریت بود لالا کنده چیزی ماستیم ازم چیزی ماستیم بله اینا شما چی حرکت ما؟ بله ها به دستگاه اینا رو بریدیم امینه از اینا ماستیم کنده ماستیم نه ماما من کنده با اینا بخی وقتی چیچیلکی نمیدم ماما بله ها ما بعد نمیشیشتیم چیچیلکی بودم عربه بزی میکرد از اینا تو میگیری تو این قلم میکردیم عربه تیار میکردیم این چوب مینداختیم اینجا میره تغیره که دیگه با مدرا او می آوردیم اخله می آوردیم انا چیز تیار میکردیم خیلی وقت خوبی بود نه ماما راست میگی وقت خورتکی ها خیلی خوب وقتیه اینا همه شما نه بله ها دیگه اینا داد خدای دیگه همین دستگاه و همین تمام گاراژ و همه کنده و هم از ما نه راست میگه ماما گردن بابا ماما تا مجموعی مامیت پاک میه مجموعی که نون نمیخورین که لره اگه میته پاک باشه خیلی واردیم شما ماما چه کار کنید دستگاه دیگه انا رو به دست وقت میگیره که رره کنی ذره دستگاه میندازیم از این طرف اینا رو مقبول هم خورد اندازه میبره ماما بله گردن ببند باشه اگه دروغ بگم چی سو بگذارین که ما بگم خوب من 6 ماه میشه نوزباد دار شدم نمزاد داری ها نوزباد دار شدم مبارک باشه زنده باشیم گردنم بند باشه اگه لنگ من دروغ بگم ماما خدا نکنه عروسی خود کردن 6 ماه 6 ماه میشه عروسی خود 6 ماه نوزباد دارم عروسیش همه عروسی نوزباد داره نیه خوب 7 سال و 6 ماه ماما 7 سال و 5 ماه نوزباد دار بدم چه زر زیاد 2,20,000 بودن پیشکش پیشکش 2,20,000 بود ماما ما از 4 دفعه خصول من میت زهد که مثل خری کیف کردم ماما چرا میزد؟ اشتباه کرد چرا میزد؟ چی خاطر؟ ماما گویا از چینگرا دختر ما وقی گفت اگیا برادر بیا پول بیار اگه عروسی کن گردن باشه ماما دفعه دیون گل به سر من باباره بکس و لغت هم به سر شما خدا نکنه نه مثلا هموش چی میگم خوب گل به سر شما باباره بکس و لغت هم به سر من گرده همه بندش نمیگه میشه پاکستانی بری ماما باد کردم از زور من بزن داستان ماما میتنیه که اگه ظالمی بوده ای اگه من میتونه به شما اختلاط نکنم موضوع عروسی نوزباد داری اختلاط کو بیا از من بیکارم برقم برفتن میشیشته خب نمیشه دیگه ماما سفره نون نیه دل انا ماما جو اگه به شما بگم مثل می فیلم امریکایی می تو غاز داره خشال داره بگو بالاخره ماما جو معلمی تعظیم قرض و عروسی خو قرضدار شدم من برای یک کار میگردم من به هر کار واردم اصلا تو به من بگیم ماما شما به من بگیم برو 10 تا میش خیلموک بچرون خر بچرون به من پول بدیم ما خود چیزا نداریم گوسپند اینا نداریم همین کنده شکن ما انمی چند روز میشه هله کرده اگه کنده شکسته میتونی که تو رو انمی شامل کنم خواهش میکنم گردن من بند باشه ماما عمر خود به مله به ده خود کونه زدم درسته هیزم آوردم قرار کرده
شروع میکنی به کار علم یک کندار میشکنی. اونایی که به دستگاه به کار من میشکنم به طریق دستگاه اونا اره میکنم. اونایی که اره میکنی، اونایی که شکستن مای میشکنی. بس خلاص انا همی کاره. و تو معاش خوبی هم میدم که قرضات هم خلاص شه، خرج خانواده تو هم بشه. عرستکی هست؟ عرستکی؟ خیر بینیم ماما جو. خوبه. هفته چند نمیده ماما گذاره زندگی باشه. اگه میشه که جا داری شوم نمیرم بخواد که زنکر ندیدم من. اگه ایت کو باشه که از طرف شو ما با تو یک مدد معاش بسته میکنم. به خاطر که ما نگهون هم نداریم. کار نگهون هم بگو معاش از اون هم میدم، معاش کنده شکر هم میدم. یک چیزی به شما بگم. چی میگی بگو؟ اگه ما دل ماست باشه که 100 به پیشی میزنه به چی خبرم نیه، ایمون بلا به گور نبرم. چرا آخه چرا؟ به خاطر از اینکه مثل مرغا کلنگی بدم یکسره کت بزنه به من میگه ای تیر از پاجل میگه بخوری. از چی خاطر؟ میگه برو شکلم بیار مچون، میگه برو مچون پیاز کچلوی بیار بنجوری میپولم نیه. او سیاست را ملامت نیه، باید به خونه خو هر چیزی که به کار بستونی. به حرف من نمیکنه. بخصوص مواد غذایی. اصلا ماما جو زنکه به حرف من نمیکنه. خوب چون بیکاری دست تو خیلیه. از این بعد که به کار بله عروسیه این به فرای باشه آقا بگم من میرم به گفتم بارو به اونجی مای برا؟ آبا آقا ما اینا نگذاری که نوت و لنگور بالا تو مفته، مگر 2000 3000 قرض کنی بدی که بره به اونجی بره. خب چند نمیده ماما؟ معاش به تو معاش خوبه بسته میکنم. خب هفته چند؟ هفته که بده شو جناب خرج زنه بشه طور باشه هفتگی می. هفتگی هم مسته بشی گپی نیه، ماونه هم مسته بشی هیچ گپی نیه. هفتگی 800 روپیه، هفته 800 روپیه حساب کنده شکنی به تو میدم. خیر بینی. هفته 700 روپیه حساب نگهبانی که شو نمیجی خوی ای بری بر اوش میکنی که کسی همین کنده مندار دوزی نکنه ماتات پاتادا. چشم. بفهمیدی؟ همین حمل کاچ مال برجونه حساب کنی برج 6000 روپیه میشه. 6000 روپیه به دن راست میای و میشه راه. خوبه خیر بینیم. برای کجای عمل باش کنم؟ از عمل شروع میکنی از سبا میای. نه همه جای ندارم اینجا من. خوب درسته. از عمل برین که نشوند و کندار بره تو. خوبه. قرار که در شروع کرد به شکستن شروع. خوبه. بره. میشکنم یا نه؟ Va bene. شر شد. وای بودم
نه چه کار شدی کارگر ما؟ چه کار گیلک؟ با بیلا پنجاق رو قلم کردی گیلک گیلک با بیلا چی میگی چه کار شد؟ هانه با بیلایی که 50 گل قلم کرد. گیلک گیلک لالا گیلک خب بابا چی سیل میکنی؟ بده گریل بیار که تو لب سرک ببریم که بس چرخ بندازیم شفاخانه جای ببریم. با بیلا من جواب خانوادی از این چی بودم اینا خبرشم. بیار 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 زود باش پیش بیار. بگیر بالا. چه کار شد بابا؟ بگی که بمردم. سچرخ پیدا نشد تو همون جیر. سر پنجه من نگیری. پنجه را نگیر خب. نمیگیره والا با اینا چه کار شد بابا؟ ها؟ خوب شد خیر تیر شد. میفهمی؟ چه کار شده؟ بالا 50 نخورده بود به وسط 50 خورده بود تبع 15 کوک خورد بازم. اوه خدا چه پاخت بزدی رو جانم آدم احتیاط میکنه. دم که آدم خوندمش کنه احتیاط میکنه بالا پاخو نزنه به خشکی پاخو نزنه بالا 50 خو نزنه. ماما من ندیدم من بازم خوب شد به خیریتی شدم اینجا استراحت کن تا روزی که تیار میشم با خونه نرم اینو خبر نشم جگرخون میشم. خب ماما بله یک پول پله به من بده میرم من خب باشه حال استراحت کن فعلا. نه میرم ماما هم پول خون مر بده میرم میدم تو پولم میدم تو پولم اصل پیش پوله بچه هم واسکت ما چی شد 6-7 هزار بده ماما میرم من بخور حال چی رقم میری تو با تو بگی حالا پول به من بده میرم من دیگه کار میکنه چیکار ماما گریه نکن تیار بشی گریه باید نکن تو تیار شی 8,000 پول بده میرم عباس آزوری که سالمه بدویی میکنه سنکه میبینی به دویی کار خوبی نیه به دویی کردن میبینی بزدی پا بله 6-7 هزار پولی به من بده تا شرف خور نکردم 6-7 هزار هم نداریم 1,000-2,000 برو عباس تا واسکت من خوب نه شما من بردا با بیار. خدا میرم تا شرف خور میکنم بگم شما برای لنگم زده گناه چیه جان من روز اول چی میفهمیدم گناهکاری مگه تو شامل کردم شامل کار و وظیفه شدی حداقل حقوق یک مار بدیم حداقل خب خیره بابا حقوق یک مار بدیم یک ماه نمیشه دیگه جانم تو یک روز کار کردی یا کشته یک ماه بده باش یک روز کار کردم من هنی پلنگم تا بدم سمت یاد نمیشه تا اون لنگم بدیم برو 1,000 بیار بده نمیشه ماما 6-7 هزار بدیم خب خیره بدین که بده بانی از کجا آوردیم 6-7 هزار روزی وقت بیکاری نه کاریه نه خرید فروشه شما با من میگویی که تبر گنده میخوره عباس وقت برو 5-6 هزار تا کیسین بیار 5,000 نمار 6,000 وااااا دیگه داد نکش دیگه به بلات افتادیم گناهکاری مگه تو شامل کردم به اینجی برو بیاره بچه 5-6 هزار بریم بغضا سرخو بغضا نه سرخو بغضا برم بیاره حالا میاره پولار بیاره تیار میشم زود باشه بچه که برمی
بیا وردی ها آنه بخیر بله بخیر آقا بله آنی هم 6000 خوب بخبر کن بالاتون هفت یک گری سه چرخه بگیریم ماما آنی هم 6000 تا که بالاتون افتادیم از زمین خور گم میکنی ور میخوزی میری دیگه ما رو بلای خدا به جنجال خدا انداختی خوبه بس که ماما ماما کلینگمه چی؟ لینگمه ما لنگ تو چی خبر دارم اون لنگ تو آنه همیشه ما بگو لنگمه بس کنم ماما گری خوب بس که عباس دست چرخ هم بگیر که تو مات نق بره دیگه خودم میگیرم